مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به این برنامه‌ای که تحت عنوان الگوهای هدایت هست، همه شما را خوش آمدید میگویم. سخن از فاروق اعظم هست، سخن از خلیفه دوم اسلام سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه. در جلسه گذشته پیرامون اهمیت دادن سیدنا عمر به علم و به علما و داعیان الی الله اشاره کردیم. پیرامون تشکیل مراکز فرهنگی در زمان سیدنا عمر و همچنین پیرامون فتح و فتوحاتی که در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه و سرزمین هایی که در زمان خلیفه دوم اسلام فتح شد مختصرا اشاره شد. حالا بحث ما پیرامون کارها و گفته های سیدنا عمر رضی الله عنه در عرصه بازسازی هست. سیدنا عمر همانطوری که مرد سیاست بود، همانطوری که سیاستش برای سیاستمداران دنیا اسوه هست، همانطوری که عدالت سیدنا عمر برای شاهانی که دم از عدالت بزنن اسوه هست، همانطوری که علم و فقاهت و دانشمندی سیدنا عمر ازهر من الشمس هست، و همانطوری که خدماتی که در خلافت سیدنا عمر و در دوران خلافت سیدنا عمر او عزت و عظمت و بزرگی که نصیب امت اسلام شد، هیچ کس اونها را انکار نکرده و نمیتوان کرد. سیدنا عمر در عرصه بازسازی، کارهای سیدنا عمر، کارکردهای سیدنا عمر چی بود و چیست به طور خلاصه و فشرده؟ اول توسیعه مسجد الحرام و جدا کردن مقام ابراهیم علیه السلام که به خانه خدا وصل بود در زمان سیدنا عمر صورت میگیرد. مسجد الحرام توسعه پیدا می کند و مقام ابراهیم که به کعبه وصل بود، سیدنا عمر او را تا اندازه از کعبه فاصله می دهد، تا اینکه اشخاصی که خانه خدا را طواف می کردن و طواف می کنن بتوانند صحیح‌تر و درست‌تر عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام بدن و مقام ابراهیم را
تا اندازه‌ای که فاصله داد از کعبه سیدنا عمر بود. دوم، توسعه مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم. حتی خانه از عباس ابن عبدالمطلب بود که سیدنا عمر او را جزء مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم قرار داد. پس اولین توسعه‌ای که در صدر اسلام مسجد الحرام میگیره به زمان سیدنا عمر، یعنی بازسازی میشه، یعنی ترمیم میشه، یعنی وسیع میشه مسجد الحرام و همچنین مسجد رسول صلی الله علیه و سلم. سیدنا عمر رضی الله عنه دستور میدهد تا به تمام شهرهایی که فتح شد مساجد بزرگ ساخته شود، چون سیدنا عمر خوب میدانست نقش مسجد در جامعه چگونه هست و مسجد چگونه نقش دارد. پس بناهن وقتی سیدنا عمر دستور میدهد که مساجد بزرگ احداث گردد در شهرهای مختلف و در شهرهایی که فتح شده بود و در زیر پرچم اسلام قرار گرفته بود، که از آن جمله عتبه بن غزوان به بصره مسجد بزرگ می سازد و همچنین سعد بن ابی وقاص به کوفه مسجد بزرگ می سازد. عمرو بن عاص در فسطاط که پایتخت مصر هست آن وقت بود مسجد بزرگ می سازد. همه این مساجدی که ساخته می شد مساجد جایی بود که از اونجا مسلمان ها دروس دینی خود و دروس مختلف را، یعنی درس فرهنگی، درس سیاسی، درس اجتماعی و آن ابعادی که مسجد برای افرادی که وارد مسجد میشن، او ابعاد و بعدهای مختلفی که داره، خلاصه او پیام مسجد برای مسلمان ها از این خانه‌ای که ساخته شده بود میرسید. به هر حال سیدنا عمر رضی الله عنه در شهرهایی که فتح میشد میگفت مسجد جامع ساخته شود، مسجد بزرگ ساخته شود. به خاطر چی؟ چون نیاز مردم به مسجد، ارتباط مردم به مسجد، مسجد مسماست به خانه خدا، یعنی ارتباط بندگان خدا باید با الله سبحانه و تعالی باشد. همچنین توجه سیدنا عمر به راه سازی، تنها قضیه مسجد سازی برای سیدنا عمر نبود که فقط مسجد بسازد. سیدنا عمر توجه خاص به جریان راهسازی و مسئله امور حمل و نقل از یک شهر به شهر دیگر، از یک قریه به قریه دیگر، از یک دیار به دیار دیگر. حتی در مسیر راهها سیدنا عمر رضی الله عنه مکانهای به نام دار الدقیق، یعنی خانه هایی که در آن خانه آذوقه غذایی تهیه می شد و گذاشته بود فقط به خاطر که مسافرینی که از او راه عبور بکنن اگر نیازی به غذا داشته باشن از او خانه ها برایشان غذا داده شود. ببینید فکر و مفکوره سیدنا عمر، ببینید اندیشه سیدنا عمر، چقدر امکاناتی که به دسترس سیدنا عمر قرار گرفته بود میدانست که اینها از رعیت است و باید در خدمت رعیت باشد، باید در خدمت ملت قرار بگیرد. سیدنا عمر حتی غم مسافرین مسیر راه را هم میخورد که اگر روزی ای در مسیر راه گرسنه بماند چه کار باید کرد؟ پس خانه‌های ساخت برای تهیه غذا و غذا آماده کرده بود تا اینکه مسافرین راه در راه گرسنه نمانند. و حتی سیدنا عمر از شتران بیت المال در مسیر راه
قرار داده بود تا اینکه اشخاصی که پیاده میمانن، اشخاصی که دچار مشکل میشن برای حمل و نقل وسایلی که دارن، از این شتران استفاده کنن. حتی اونهایی که وسیله ندارن از این وسایل استفاده کنن. این وسایل وقتی که سیدنا عمر گذاشته بود تا کجا، یعنی مسیر راهی که این وسایل قرار گرفته بود، میگه از جزیره العرب، یعنی تا کل جزیره العرب وقتی که شخص مسافر میشد از این شتران در خدمتش قرار داشت. حتی رفتن به طرف شام، به طرف عراق، میتوانست شخص از این وسایل و از این اسباب استفاده کند. لحظه فکر کنه ای مسلمان، امروز در دنیا میگن کشورهای اروپایی، امروز در دنیا میگوین در کشورهای غرب مسئله حقوق انسانها و حقوق بشر مد نظر گرفته شده. آیا چنین حاکمی در دنیا سراغ دارید که در مسیر راهها طعام آماده کنه برای مسافرین راه؟ جز در سایه اسلام، جز در قانون اسلام دیگر هیچ جا یافت نمی شود. و آن هم اصل و اساس و سرچشمه‌ای که میگیرد از زمان خلیفه دوم اسلام، فاروق اعظم رضی الله عنه. لحظه فکر کن ای مسلمان که امروز کدام کشور، این دنیای غربی که امروز اینقدر همه سر و صدا به پا کرده به نام حقوق بشر و به نام بشر دوستی و به نام فلان و فلان، آیا از یک شهر به شهر دیگری آیا امروز وسیله و اسباب مفت و رایگان گذاشته هست؟ سیدنا عمر بود که این وسایل و اسباب را قرار داده بود برای اشخاصی که وسیله نداشتند. سیدنا عمر بود که برای رعیت خود معاش تعیین کرده بود. سیدنا عمر بود که برای اطفالی که از شیر حتی باز شده بودن معاش از بیت المال میداد و حتی لحظه ای که گریه طفل را شنید گفت که اطفالی که از مادر تولد میشن اونها سهمیه دارن به بیت المال مسلمین و اونها سهمیهشان در خزانه مسلمان هاست. این فکر و اندیشه سیدنا عمر و یا کارهای سیدنا عمر در عرصه بازسازی است. حتی سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که اطلاع یافت که با خبر شد که در نزدیکی قلعه بابولی ها کانال در میان نیل و دریای سرخ وجود داره که حجاز را به مصر وصل میکنه، سیدنا عمر از این قضیه واقف شد که در بین حجاز و مصر کانالیه که اگر این بازسازی بشه، که این کانال در میان نیل و دریای سرخ اگر این بازسازی شد حجاز را با مصر وصل می کند. سیدنا عمر وقتی که اطلاع یافت که این کانال توسط رومی های آن دوران تخریب شده بود، سیدنا عمر به والی آن شهر یا به استاندار آن شهر که سیدنا عمرو بن عاص بود او را به جریان گذاشت. سیدنا عمر به عمرو بن عاص گفت که این کانال باید بازسازی شود، باید که این تخریبی که توسط رومی ها شده باید بازسازی شود تا حجاز و مصر که سالها با هم بحث تجاری داشتن باید او تجارت رونق پیدا کند. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که به عمرو بن عاص چنین گفت، عمرو بن عاص که والی آن منطقه بود شروع کرد به بازسازی و او کانال را ساخت و ارتباط پیدا شد بین حجاز و مصر
و او تجارتی که در گذشته بود از سر گرفته شد. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که این دستور را میدهد، این دستور نشانه چیست؟ نشانه بالاخره اوج این که انسانها به دنیای اقتصاد دست پیدا کنند. مسلمان ها باید ارتباط اونها در عرصه تجارت و در عرصه اقتصاد دست بالا و والا داشته باشند. عمرو بن عاص وقتی که این کانال رو میسازه و این ارتباط بین حجاز و مصر برقرار میشه، عمرو بن عاص او خلیج را به نام چی مسما میکنه؟ خلیج امیر المؤمنین نامگذاری میکند. بین حجاز و مصر تجارت رونق پیدا میکنه. راه تجاری بالاخره راه تجاری بحرین که سالها قطع شده بود با هم وصل میشه. اینها همه بازسازی سیدنا عمر در عرصه های مختلف. شاید بعضی انسان ها فکر کنند که سیدنا عمر فقط یک انسان خشن بود، تنها جنبه تعبدی دوران خلافت مد نظر گرفته می شد. نه خیر. اگر نگاه کنیم مراکز فرهنگی دوران سیدنا عمر، اگر نگاه کنیم در عرصه های مختلف، عرصه بازسازی سیدنا عمر که در شهرها چگونه ایجاد تحول کرد، در حقیقت میدانیم که سیدنا عمر تلاش میکرد تا بندگان خدا در روی زمین هم دنیای خوبی داشته باشند و هم آخرت خوبی. از جمله کارها و گفته های سیدنا عمر در عرصه بازسازی موضوعات دیگر است که انشاءالله بعد از یک میان برنامه آنها را بیان خواهیم کرد. با ما باشید. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. مجددا خدمت همه شما بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون گفته ها و کارهای سیدنا عمر در عرصه بازسازی اشاره کردیم. توسعه مسجد الحرام در زمان سیدنا عمر، توسعه مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم در زمان سیدنا عمر و همچنین دستور دادن در شهرهای بزرگ مسجدهای بزرگ ساخته شود تا مراکز بزرگ فرهنگی برای مسلمان ها باشد و همچنین بازسازی
و یا اینکه ایجاد اعمار و مسئله کانالی که بین بحرین، بین دو بحر قرار داشت، مسئله وصل کردن حجاز با مصر. اینها از جمله مسائل بازسازی سیدنا عمر که من نمونتن و شمه است از بازسازی های سیدنا عمر را اشاره می کنم. همچنین در ادامه بازسازی ها تأسیس شهرهای یا شهرکهای مرزی و نظامی به خاطر دفاع از مسلمین. سیدنا عمر در شهرهای مختلف و او هم در نوار مرزهای مسلمین، یعنی در حدود مرزهای مسلمین شهرکهای ساخت و مجاهدین در آنجا جابجا می شدن. هدف چی بود؟ هدف این که دفاع از سرزمین مسلمان ها و دفاع از امت اسلامی صورت بگیرد. و همچنین و این شهرک ها که در مرزها انتخاب می شد به خاطر پیوستن به دارالخلافه که مدینه منوره بود از راه خشکی، چون هنوز عرب ها به امور دریا نوردی واقف نبودن که از بحرها بتانن انتقال بخورن طرف دارالخلافه. سیدنا عمر در نوار مرزها شهرک های ساخت به خاطر هم رسیدن به دارالخلافه و هم به دفاع از سرزمین مسلمان ها و مسلمین. مهمترین این مرزها و مهمترین این شهرک ها در کدام شهرها بود؟ این شهرک هایی که ساخته شده بود، مهمترین اینها و یا مهمترین این شهرک ها در بصره و کوفه و موصل و در فستاد که فستاد را گفتیم پایتخت مصر، در جیزه و غیره. در این شهرها شهرک های نظامی و همچنین شهرک هایی که به خاطر دفاع از مسلمین و امت اسلامی ساخته شده بود که اینا همه نشان دهنده عرصه های بازسازی زمان خلیفه دوم اسلام فاروق اعظم را نشان می دهد. و همچنین توصیه سیدنا عمر این بود وقتی که دستور داد که شما در فلان شهر، در بصره، در کوفه و بالاخره در موصل، در این شهرها شما شهرک بسازید، شما خانه بسازید. توصیه سیدنا عمر این بود که این شهرک ها و ساختن خانه ها که به شما اجازه داده شد شما را از آخرت غافل نکنه. نشود که هم و غم شما و تمام تلاش شما بر ساختن خانه باشه. سیدنا عمر هیچ وقت نمیخواست مسلمان ها چنان گرویده دنیا بشن که آخرت را فراموش کنن، چون سیدنا عمر زیر دست نبی کریم صلی الله علیه و سلم تربیت شده بود و این دنیا را فقط چنان میدانست که عابر السبیل، مثل یک مسافر رهگذر، مسافری که از راه عبور می کند، در مسیر راه لحظاتی می نشیند و استراحت اندکی می کند. به خاطر چی؟ به خاطر این که لحظات خستگیش برطرف بشه و از آنجا پس حرکت می کند رو به طرف سرمنزل مقصود. سیدنا عمر شاگرد مکتب رسالت و مکتب نبوت، شاگرد رحمت للعالمین، سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و او هم چگونه شاگرد ممتاز، شاگردی که بارها و بارها مورد تقدیر و تمجید استاد خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرار می گیرد.
سیدنا عمر توصیه می کند زیر دستان خود را وقتی شما را دستور دادم شما شهرک بسازید، شما خانه بسازید، این خانه ها نشود که شما را چنان مصروف و مشغول کنه که آخرت را فراموش کنید. توصیه سیدنا عمر این بود که پیرو قرآن باشید، پیرو سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشید. و سیدنا عمر می گفت پیرو سنت باشید تا دولتتان دوام یابد. اگر می خواهید که رعب و وحشت در دل دشمنانتان باشه، شما همیشه با سنت رسول الله زندگی کنید. این جمله را سیدنا عمر برای اونهایی که شروع کردن به شهرک سازی و او هم به دستور سیدنا عمر، باز هم سیدنا عمر توصیه می کند که شما را این شهرک ها و این خانه ها از خانه آخرت غافل نسازد. این آیه را سیدنا عمر برای اونها تلاوت می کرد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآیه. سیدنا عمر این آیه را میخواند که الله سبحانه و تعالی وعده داده برای اونهایی که ایمان آوردن از شما و عمل صالح انجام دادن، لیستخلفنهم فی الارض، اینا خلیفه میشن در روی زمین، حکومت به دست اونهاست. کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی. اگر شما رضایت الله را جلب کردید و از آن خود کردید، خلیفه خدا شما هستید، وارث زمین شما هستید، جانشین خدا شما هستید، دولت و حکمت و قدرت و قوت همه از آن شماست، مشروط بر این که شما ارتباط با الله سبحانه و تعالی داشته باشید. و همچنین از جمله بازسازی های سیدنا عمر رضی الله عنه احداث و یا این که ساختن پایگاه های مقاومت در شهرهایی که فتح شده بود. هر شهری که فتح می شد سیدنا عمر رضی الله عنه در او شهر پایگاهی می ساخت، جهت اسکان سربازان اسلام، لشکر اسلام در اونجا ساکن باشند. در هر پایگاهی که ساخته می شد در اونجا وقتی که سپاه اسلام و لشکر اسلام در اونجا بودن، طبیعتا مد نظر می گرفته می شد برای مکانی برای اسبهای مجاهدین و همچنین جایی که اسبهای مجاهدین چراگاه باشد مد نظر گرفته می شد. وسعت این پایگاه ها در هر شهری که ساخته می شد در حدود هر پایگاهی 4000 سرباز اسلام در آنجا زندگی می کرد. هر پایگاهی 4000 سرباز و هر سرباز یک اسب، 4000 اسب، مکان برای انسانها، مکان برای اسبهای مجاهدین و همچنین مکانی برای چراگاه اسبهای مجاهدین مد نظر گرفته می شد. و سیدنا عمر رضی الله عنه این آیه مبارکه را می خواند: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. در حقیقت سیدنا عمر رضی الله عنه به تفسیر این آیه مبارکه فهمیده بود. حقیقت این آیه و تفسیر این آیه در حقیقت سیدنا عمر رضی الله عنه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. سیدنا عمر در هر شهر پایگاه می ساخت. پایگاه به خاطر چی بود؟ این پایگاه های مقاومت در شهرهایی که فتح شده بود، تا جایی که فرمانده کل در شام لشکر 36,000 نفری در اختیار داشت که هر لحظه به هر سویی که بخواهد اعزام کند
گوش به فرمان سیدنا عمر رضی الله عنه بود. لا اله الا الله، سبحان الله. سیدنا عمر این لشکری که به خاطر دفاع و به خاطر مقاومت ساخته بود، در هر شهری که فتح می شد پایگاهی به خاطر مقاومت، فقط تنها لشکری که زیر دست فرمانده کل در شام قرار داشت 36,000 اسب سوار با تمام امکانات و تجهیزات، فقط انتظار داشت که خلیفه مسلمین فاروق اعظم رضی الله عنه دستور بدهد به هر طرفی که امر کنه اینها حرکت کنن. کجاست هیبت مسلمان امروز؟ کجاست لشکر مسلمان امروز؟ کجاست آن سربازان مکتب اسلام و قرآن؟ کجاست کشور اسلامی که امروز سپاهش و لشکرش و اردو و نظامش دنیای کفر به لرزه در بیاره؟ با این پایگاه های مقاومت که ساخته شده بود، در این لشکرهایی که در هر پایگاه 4000 و در هر پایگاه بالاخره امکانات و همه اینها را فراهم کرده بودن، در پیشانی اسبها میدانید چی نوشته بود؟ نوشته بود لشکر خدا. اینها لشکر خداست. اینها اسبهایی است که قرآن میگه والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لشکر خداست. امروز کجاست زعیم یک کشور از کشورهای اسلامی که به این آیه درست و صحیح عمل کرده باشه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل؟ باید هر مسلمانی از خواب بیدار شود، باید خود را جز لشکر و سپاهیان سیدنا عمر رضی الله عنه بداند. الله سبحانه و تعالی برای زعمای کشورهای اسلامی، برای قدرتمندان کشورهای اسلامی، برای اونهایی که سنگ محبت سیدنا عمر را در سینه میزنند، الله توفیق بده. برای تک تک مسلمان هایی که دوست دارن و علاقه دارن تا از زیر چنگال دشمنان اسلام نجات پیدا کنن، ما به هیچ عنوان از زیر یوغ دشمنان نجات پیدا کرده نمیتوانیم مگر به این آیه عمل کنیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. ما باید ملبس بشیم اول به تقوا، به زهد و پرهیزگاری، ملبس بشیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد تلاش کنیم. زعمای کشورهای اسلامی تلاش بکنن، رهبران کشورهای اسلامی تلاش بکنن تا اینکه او قوت و عظمت و شوکتی که امروز دشمنا به دست آورده و او سلاح و امکاناتی که دشمن به دست آورده و او اسلحه‌ای که امروز دشمن به دست داره، زعما و رهبرای کشورهای اسلامی هم باید که این را به دست بگیرن و بالمقابل و بالمثل باید جواب دندان شکن برای طاغوت‌های زمان داد. الله سبحانه و تعالی زعما و کشورهای اسلامی را توفیق بده تا با آیات قرآن، خصوصا به همچون آیه‌ای که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هست، الله توفیق عمل عنایت بفرمایه. خدای تبارک و تعالی لشکر در بین امت اسلامی ایجاد کنه که سرچشمه بگیره او لشکر از آن
لشکری که در صدر اسلام خصوصا در زمان سیدنا عمر که سیدنا عمر فرمان میداد، الله سبحانه و تعالی لشکر را جند الله و بالآخره لشکر خدایی را الله در این زمان ترتیب بده تا اینکه جواب دندان شکن برای طاغوت‌های زمان داده بشه. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید ان شاء الله تا برنامه بعد که باز هم پیرامون سیدنا عمر، در این جلسه پیرامون سیدنا عمر در عرصه بازسازی اشاره شد. ان شاء الله اگر عمر باقی بود جلسه بعدی پیرامون سیدنا عمر در عرصه اقتصادی و یا در اینکه بحران اقتصادی زمان سیدنا عمر رخ داد و سیدنا عمر چگونه در مقابل مشکلات و مصائب و بحران اقتصادی مقاومت کرد ان شاء الله بیان خواهیم کرد. موفق و پیروز و سرفراز سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله